ягон хизмат дар кора. خریدای کردگی ما دیدی؟ دیدم. با چی به چی نگفتی؟ چی به نگفتی که مردک ما در اینجا گوشت نویستم، شربت نویستم، میوگی نویستم، قند قنفید نویستم. چی به نگفتی که بغیر 2 کیلو کارچوکا، 2 کیلو پیاز، 1 کیلو سبزی و 1 روغن یگم تا دیگه شو نیاوردی؟ چی به نپرسیدی؟ دیگه زنو حتی یک زوبه چیزکای میخوستگیشون نیاری؟ خونه را با پاشون میبردارن، جنگ جنجال میکنن، قهر میکنن، ناز میکنن. چی به یک بار نگفتی که مردک چی به یاره نیاوردی؟ ها؟ مردک جان، من میدونم که اگر که شما پول میداشتین حتما محصولات های خونه را خریده میآوردین، لیکن به همیشم شکر. مردک جان، شما تونستگیتون برای ما، برای زندگی ما کرده استین. میدونی مردک جان، بسیارن مردهایی که پول دارند، ثروت دارند، مال و ملک دارند، تمام دارای زندگی را دارند، لیکن اگر که 20% معاش خودشان در زن و فرزند زندگیشون صرف کنند، 80% دیگه‌شون در دختربازی و در دیسکو کلوب‌ها و در شب نشینی های بیهوده میگذرانند. لیکن شما چی؟ 1000 سومه، 10,000 سومه در یک ماه وقتی که کار میکنین برای ما، برای خوشبختی ما صرف میکنین. مردک جان، من خدا را شکر میکنم که شما بر این مرد در کنارم دارم. من خوشبختترین زنی روی دنیایم. هزار رحمت زنک جان، هزار رحمت که ترا در برم دارم. هزار رحمت زنک جان، هزار رحمت برای فهمیدنت، برای قدر کردنت، برای احترام کردنت. هزار رحمت پدر مادرت زنک جان. زنک جانی من، هزار بار بخشش به خاطر اون که او شرط شرایطی را که در خونتون داشتی من برای تو این روز مهیا کردن نتونستم. من ترا یک عائله ثروتمند، یک عائله‌ای که در عائله شما تمامی چیز بود، به هزاران نازکی کلامت کردن، لیکن به همه دار و ندار زندگی من امروز در بر مایی، امروز شریک زندگی کمبغلانه مایی زنک. هزار رحمت برای همش. جانم شوین، تماما زیق نشوین، ای ما هم بخشش نپرسین. مردک جان، филми мазкур давом дорад. барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.